سلام. امروز میخوایم درباره بعضی تجربه ها و درمان ها برای پاکسازی بدن صحبت کنیم. پاکسازی بدن در مورد اولش از پاکسازی ریه هامون و تنفس درست و صحیح شروع میشه. به تجربه دیده شده که بعضی افراد با داشتن تنفس صحیح، تنفس عمیق و آرام تونستن بدنشون رو به حالت سبکتر و پاک برسونن، طوری که خودشون متوجه فرش بودن و تازه بودن تنفس خودشون و سرحالتر شدن و انرژی دارتر شدن خودشون شدن. متوجه شدن که مخاطهای قدیمی و رسوبات از بدنشون خارج شده و ضایعاتی که توی بدنشون بوده از بین رفته و بدنشون تازه تر شده. سلام، من دکتر ماسا هستم. به کانال من خوش اومدید. امروز میخوایم درباره پاکسازی ریه ها صحبت کنیم. چه چیزهایی توی بدن ما وجود داره؟ ریه چجوری کار میکنه؟ و درمان تنگی نفس و داشتن ریه هایی پاک به چه صورت هست؟ تنفس عمیق چیه؟ تنفس سریع چیه؟ و چه چیزهایی باعث این دو مورد میشن؟ اگر تنگی نفس دارین و مشکل تنفس، حتما تا انتهای ویدیو با ما همراه باشین تا از درمانهاش باخبر بشین. آمارها میگن همه افراد درجاتی از تنگی نفس رو توی بدنشون دارن که این تنگی نفس میتونه علتش از خود ریه هم نباشه. ممکنه چیزهای دیگه‌ای باشه که باعث تنگی نفس توی اونها میشه. این تنگی نفس باعث ایجاد ضایعات و رسوباتی توی بدن، به خصوص توی ریه‌شون میشه که باعث جمع شدن مخاط توی قسمت ریه‌شون میشه که در واقع اینها بدون علامت واضحی هم هستن. باعث میشن که فقط تنفس شما دچار مشکل میشه، یک حالت کرختی و خستگی دائمی برای شما به وجود میاد که امروز میخوایم با روش‌های مختلف اونها رو بررسی کنیم و به درمانشون بپردازیم. 2 سوال کلیدی وجود داره که جواب این سوالات میتونه تنفس شما و نگاه شما به تنفس اصولی و عمیق رو تغییر بده. اولین سوال این هستش که چه چیزی ممکنه داخل سیستم تنفسی ما سالها باقی بمونه و باعث عدم تنفس درست و صحیح ما و مشکلات تنگی نفس و مشکلات تنفسی برای ما بشه. مورد دوم این هستش که بدن چجوری یاد میگیره مثل دوران کودکی که تنفس شکمی داشتش، تنفس شکمی عمیق و آرومی داشته باشه. میخوایم بپردازیم به پاسخ این سوالها و درمانی که برای تنگی نفس در نظر گرفته میشه. برای اینکه کاملا متوجه بشیم، در واقع باید ساختار ریه رو بشناسیم. وقتی که نفس میکشیم، از راه‌های هوایی ما که شامل نای، نایژه، نایژک و کیسه های هوایی هستش، هوا رد و بدل میشه. وقتی به داخل کیسه های هوایی که آخرین مرحله هستش، تنفس ما یا در واقع هوایی که از طریق دم وارد بدن ما شده رسید، اونجا اکسیژنش رو به خون میده و کربن دی اکسید یا CO2 رو از خون میگیره و با بازدم از بدن ما خارج میکنه. این کل پروسه تنفس ما هست که در واقع خونی که حاوی CO2 یا خونی که کربن دی اکسید یا خونی که تیره هستش میاد به کیسه های هوایی ما، بعدش خون تازه که حاوی O2 یا اکسیژن هستش رو به اندامهای بدن ما میرسونه. هرچی تنفس ما عمیق‌تر باشه و اکسیژن بیشتری وارد بدن ما بشه، طبیعتاً این سیستم گردش خون و سیستم تنفسی ما و تمام سلول‌های ما به خوبی کار میکنن. و برعکس اگه اینطور نباشه هم هیچ کدومشون به خوبی کار نمیکنن. این باعث میشه وقتی اکسیژن به میزان کافی به سلول‌های ما، به خصوص سلول‌هایی که بسیار به اکسیژن نیاز دارن، نرسن، کارایی خوبی توی همه قسمت‌ها نداشته باشیم.
علاوه بر این باعث خستگی های مختلف میشه، باعث کرختی میشه، باعث میشه که توی زمانهای مختلف ما عملکرد مناسب رو نداشته باشیم. پس برای ما بسیار مهمه که پاکسازی ریه رو حتما انجام بدیم. وقتی پاکسازی ریه رو انجام ندیم، بدن ما شروع میکنه به تنفس‌های سطحی، تنفس‌هایی که عمیق نیستن و نفس زدن‌های سریع. وقتی ما تنفس عمیق داشته باشیم، بدن ما کاراییش افزایش پیدا میکنه. حالا میخوام بپردازیم به روش‌ها و چیزهایی که ممکنه باعث تنفس سطحی ما بشن. ما زیر ریه‌مون دیافراگم رو داریم که به حالت گنبدی هست. در واقع زیر اون حالت گنبدی ما دستگاه گوارش و روده ها رو داریم. اگر رودمون پر باشه، اگر دچار یبوست باشیم و نفخ داشته باشیم، اینها باعث میشن که فشار بیاره به اون دیافراگم. وقتی پایین پر باشه فشار میاره به اون دیافراگم و این دیافراگم فشار میاره به بالا که در واقع این بالا ریه ها رو ما داریم. وقتی این فشار به ریه وارد میشه، ممکنه باعث تنگی نفس و تنفس سطحی ما بشه. این تنفس سطحی پس به خاطر فقط ریه و کاهش عملکرد ریه نیست، بلکه به خاطر روده است که وقتی ما پاکسازی روده رو انجام بدیم، رفع یبوست و نفخ رو انجام بدیم، میتونیم تنفس خوبی داشته باشیم، میتونیم ریه های پاک و تنفس پاکی داشته باشیم. مورد بعدی میتونه داشتن خون غلیظی باشه. اگر خون غلیظ داریم، ممکنه دستگاه گردش خون ما به خوبی کار نکنه که این منجر به کارایی نامناسب دستگاه تنفسی ما هم بشه. مورد بعدی که میتونه خیلی تاثیر داشته باشه فشارهای عصبی، شوک ناگهانی و عصبی شدن ناگهانی هستش. وقتی فشار فکری به شما وارد میشه، وقتی ناگهان دچار ترس میشین و استرسی بهتون وارد میشه، سیستم عصبی سمپاتیک فعال میشه و شروع میکنید به نفس زدن که این نفس زدن نفسهای سطحی هستش و بسیار تند. راه حلش میتونه آرام کردن سیستم عصبی و آرام کردن خودتون، دور شدن از استرس و تنش‌های عصبی باشه. مورد بعدی که باعث تنفس سطحی ما میشه، غذاهای مختلفی هستند که برای بدن ما مناسب نیستن، مثل قند، مثل شکر، مثل شیرینیجات، مثل فسفودی ها و غذاهای بسیار چرب. اینها در واقع باعث افزایش تنفس سطحی ما به واسطه افزایش التهاب و افزایش عفونت توی بدن ما میشن. خب حالا که پرداختیم به عواملی که باعث تنفس سطحی ما میشن، حالا میخوایم بپردازیم به عواملی که میتونه اینها رو برطرف کنه و باعث پاکسازی ریه های ما و از بین بردن تنگی نفس برای ما بشه. اگه تا اینجا از این مطالب خوشتون اومد، حتما ویدیو ما رو لایک کنید و برای کسایی که تنگی نفس و مشکلات تنفسی دارن این ویدیو رو بفرستید. این راه حل و اولین درمان برای تنگی نفس و نفس‌های سطحی و تنفس سطحی بدن ما و پاکسازی کننده بدن به خصوص ریه ها و دستگاه تنفسی ما هستش، گیاهخواریه. گیاهخواری به واسطه داشتن فیبرهایی که هستش توی اون رژیم میتونه کمک کنه به بهبود عملکرد دستگاه گوارش ما، به رفع یبوست و نفخ ما، که میتونه فشاره که گفتیم روی دیافراگم میاد، اون فشاره وقتی کم بشه، وقتی یبوست و نفخ ما برطرف بشه، دیگه فشار به ریه هم وارد نمیشه و ما تنفس آرام و تنفس عمیق رو خواهیم داشت.
پس گیاهخواری باعث میشه فشار روی تمام بدن ما به خصوص دستگاه گوارش و دستگاه تنفس برداشته بشه و ما تنفس عمیق رو داشته باشیم و تنگی نفسمون به مرور زمان از بین میره. بجاش اگر غذاهای سنگین استفاده کنید، در کنارش استرس، تنش و فشارهای عصبی رو داشته باشین، خب ممکنه مطمئناً به تنگی نفس و مشکلات گوارشی به خصوص پرخوری های عصبی علاوه بر مشکلات تنفسی به خصوص تنگی نفس دچار بشید. پس توصیه میشه چله تنفسی رو داشته باشیم. چله تنفسی به مدت 40 روز 40 تا تنفس عمیق رو خواهیم داشت. این 40 تا تنفس عمیق به چه صورته؟ شما در یک جای آرام قرار میگیرید، دم عمیق خواهید داشت، چند ثانیه مکس میکنید، این دم رو نگه میدارید و بازدم عمیق رو خواهید داشت که این رو وقتی 40 بار به مدت 40 روز انجام بدین بهش میگن چله تنفسی. باعث میشه به مرور زمان شما خودتون حس سرحالی و شادابی رو توی بدنتون داشته باشید. علاوه بر این بخور پیاز و بخور دادن آب لیمو و عرق نعنا یا جوشانده نعنا و آب لیمو میتونه کمکتون کنه. در واقع کمک میکنه به پاکسازی ریه های شما با افزایش خارج کردن و خلط هایی که توی بدنتون وجود داره. مورد بعدی استفاده کردن از سیر در ترکیب با عسل، آب لیمو و آب هستش. در واقع 1 تا 2 حب سیر رو میتونین در کنار یک لیوان آب، چند تا قطره آب لیمو و 1 قاشق مرباخوری عسل ترکیب کنید و اون رو استفاده کنید. سیر به واسطه داشتن آلیسین که آنتی اکسیدان بسیار قوی هستش و عسل هم به واسطه کاهش التهاب و عفونت میتونن پاکسازی کننده خوبی برای ریه های شما باشن. علاوه بر این آب شلغم تازه هم میتونه برای کسایی که سرفه های خشک دارن مفید باشه. مورد بعدی روغن مالی هست. استفاده از روغن های مختلف مثل روغن بادام تلخ یا روغن سیاهدانه و استفاده اونها تو ناحیه شونه ها و قفسه سینه میتونه بهتون کمک کنه. علاوه بر این روغن بادام شیرین هم میتونه به پاکسازی سینوس های شما و افزایش خلط و خارج کردن ضایعات از بدنتون کمکتون کنه. اگه تا اینجا از این مطالب خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. ویدیوی درمان خلط پشت حلق ما رو هم ببینید و نظراتتون رو برامون کامنت کنید. امروز پرداختیم به تنگی نفس، چیزهایی که باعث تشدید اون میشن و درمان تنگی نفس و پاکسازی کننده های ریه. باید بدونید که معمار سلامت بدنتون خودتون هستید به واسطه چیزهایی که وارد بدنتون میکنید. چه هوایی که وارد بدنتون میکنید، چه غذایی که وارد بدنتون میکنید. پس حتما حواستون به ورودی های خودتون باشه. نظراتتون رو برام کامنت کنید. کامنتاتون رو میخونم. مرسی.